مهمترین عضو حکومت کنونی تاجیکستان وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی شیرین امانزاده روز 18 یول در عرفه عید قربان در صحیفه‌اش در فیسبوک یک عکس خود را از بازار نشر کرده است. در عکس دیده می شود که شیرین امانزاده سمکه در کتف با لباس ادرس تاجیکی برای خرید به بازار رفته است. در عکس دیده می شود که شیرین امانزاده با رعایت قاعده های بهداشتی برای نقاب طبی کشیده است، ولی در بین باقی انبوه آدمان در داخل بازار همگی چند نفر دیگر نقاب پوشیدند و خلاص. فاصله اجتماعی 2 متر نیز در این بازار اصلا رعایت نمی شود و مردم همه بالای هم ریختند. این در حالی است که تاجیکستان با موج نو بیماری کرونا ویروس روبرو شده است و تنها از اول ماه ایول در کشور طبق آمار رسمی دست کم 20 نفر از پاندمی به هلاکت رسیدند. ماه ینور سال 2020 شیرین امانزاده رئیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت تاجیکستان و 3 نوامبر سال 2020 وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی تعیین شد. شیرین امانزاده از آن اعضای حکومت کنونی تاجیکستان است که با مردمگرایی خود فرق می کند. او از جمله در ماه اول وزیریش در پی تماشای یک فیلم مستند به مردکار بازار زنان شهر بخته رفته با زنان مردکار صحبت کرده بود. او همین طور روز 3 نوامبر سال 2020 برابر تعیین شدن به مقام وزیری به سر گور مادرش رفته قسم یاد کرد که در این مقام حلال و صادقانه به وطن و به مردم خدمت خواهد کرد.